این رفیقمون میگه به جای اینکه با کارت بانکیتون چاقو بخرید کارت بانکیتون رو چاقو کنید. درسته، شاید فکر کنید بهترین چاقوهای دنیا تیغه فلزی داره، اما هیچ چیز تو این دنیا قدرتمندتر از پول نیست. البته به جز تقوا، ایمان و عمل صالح. و برای اینکه حساب بانکی برنده‌ای داشته باشیم یه دونه چاقو تیز کنا میاریم و اینجوری کارت میذاریم لاش و میکشیم. اتفاقی نیفتاد. دوباره اوه، داره اتفاق میفته. لبه های کارتو نگاه کنید، داره تیز میشه. ادامه میدیم. و حالا زمانش رسیده که موجودی بگیریم. چقدر تیز شده. از این بعد هر فروشندی که خواست گرون فروشی کنه یا تخفیف نده اینو میکشید تو پوزش و پوزشو به دو نیم تقسیم میکنید. سزای گرون فروش همینه.